آدم تو رو دیدن میخواهد. برو توش درست بینیش قرنه افت شمخلیه؟ بله اکا. همون بود رویه. یا خدا، این شوکت چی کار کرده ایستاده باشد؟ نتوانی داروی رحمت، اول تو رو یک جستجو کنیم. مرحمت. چه احوال است؟ ها؟ اوه، تو هم زیا نیستی؟ زیا گفتی؟ زیا یکم پرابلم داشته باشی بگو حلش کنیم، نداشته باشید برو در بیرون پوش. شوکت، مرا عصبی نکن به خدا. این موی سری شانه کردت را میچینم. از پشتی تو شده کنعانی دیوانه است. پس من از در کجایی که یابد میکشد مرا. تو باشی خودت را مافیا گرفته ایستاده ای. برام پروای کنان دیوانه را نکن. این روز جنازش هم میخونیم. تو اینجا نشسته استراحت کن برادر. بچه ها در خدمتی تا هستن. میدانی به کدام خاطر تو یک وقتا خدمت کرده بودی. امروز باشه ما خدمت میکنیم. ایده شاورماش بره بچه ها. این را بینه پول یافته از خود رفته است. واهیمه‌اش را بینه. اکا شاورمای سیب قلمفور میخواهی؟ چی؟ شاورمای تیز میخواهی؟ من شاورما را دوست نمیدارم. کن اینجا بیا. من شاورما نمیخورم. رفته برای من از آنجا برچه یا بغزالچه تندوری گرفته بیار. میریم کنون هم کم تیز می. اکا کلیا چی میگوی؟ همین کالتکلاس با شفقت با خیالم یک جا کار میکنن. نمک میگه از پس کالتکلاس شیم همین شفقت ها اپی کدام قپیم. چی گفتی؟ ای پسر، بجای این قدر لقیدن آنها رو بیاریم. اکا آنها رو برنامه نیفته است. ما چخیر میابیم آنها رو از برای یا خدا. الله. ای پسر، برنامه تلویزیونی چرا کاریشو برا بکرده است ها؟ ای گوسفندهای کر. اکا جان نگو که کاری برنامه دزد و کر و بدبخت و فلان رو کفتن نیست. کارش همین است اکا. کم گوید با مسجد میرویم. او کمیسرم سردارم بخیر است؟ برای گوش کردن امر معروفی هجری آمدی؟ بله، چی شده است؟ آه خوب، رای حق را یافته ای ماشالله. میگویم که کالتکلاس و شوکت خوشخاله را دستگیر کردی؟ نه، دلگیر شدم از این دوادوی ها. با خدا شیشته حساب کنم 2 ماه مانده است. نفقه میبرایم. عریضم را دادم. خوب، با خیر شود، اما تو پروا نکن. من هر دوی آنها را دستگیر کردم. خودم شخصا با دستان خودم به امنیت تسلیم میکنم. تو پروا نکن. ای کنون، هیچ تغییر نیفتی. کمی خودت رو تغییر ده. حالا هم سرگپ هستی. انرژیت رو خالی کن، با کار مشغول شو. کمیسر، حیات خودش تغییر یافته ایستاده است. بین در تو هم حسی پیدا شده است. امری معروف گوش کردن رو شروع کردی. کنی بیا رویم. رفتیم طهارت میکنیم. رفتیم. اکا کنون کاری خوب نکردیم که دیوانه رو با مسجد آوردیم. گفته نمیشوه یکی دیوانگیش بخفه چی کار میکنیم ها؟ نه چیزی نمیشود. بسیار خوب است. هیچ مشکلی ایجاد نمیکند. باور کن. توکلش بخدا. محترم جماعت، محترم مومنان، مرا گوش کنید. همتان مرا خوب گوش کنید. ابلیس است وی. شوکت گفتنی ابلیس قصیده ای مرا دزدیده است. این همه گفتم اکا کنون گفتم که دیوانه میشوه. ای خدای توبه. نقشه های خائنانه کشیده. بیرحمانه شاه دختری مرا دزدیده، داراییم را گرفت. اینها کم نبودن که باز از من پولی کلان خواست. ماشنو این مولای دیوانه با چی میگوید؟ باز از میرا از دست دادیم. توبه استغفر. مسلمانی که خزینه مسلمان دیگر را غارت کرده میدزدد جایز است مگر؟ نیست آخر، جایز نیست. اگر این ساختکار را کسی بیند یا او را شنود با من خبر دهد صاحب مکافات نشود. کسی خبر دهد من در خدمت او هستم. با من گوش کنید. خیزید او را آرامانه
ضرر نرسانیده آهسته به بیرون برارید. خودتان را در بالا نگذارید. مایلش آرومانه میبریم با سرطنش به زمین نمیگذه. برید ای خدایا. دیوان اخته به دست بگی. دیوان اخته به دست بگی. دوملا اگه تو بیرون نمیریم کارو دارم. کسی که خزینه‌ام را دزدیده است در بلای خدا گرفتار شود، نفسگیر شود، شل شود، خور شود، هر شود، خر شود. ای نایت نزدیکم نشود. رهایم گفتم، رهایم کنید، رهایم کنید. ای یک فرشته، رهایم کنید، رها. بسیار حقیقی منم بسیار منم. پاکا کانونی دیوانه در مسجد بوده است. رفته آن را بکشیم. بیاخل مسجد جای آدم کشیه من برویه بعد یکون جنگل پنگل میکشیمش. رفته یک چای نوشیم. کیست این ابله که از جانش بیزار شده است؟ ما شوکت را در آسمان میگفتیم اما او در زمین بوده است. ها کانونی دیوانه باز مرا میکوبی؟ با گفته که شوکت بخپم پوست میکنم در درونش که های علفه جا میکنم. انا من پوست کنم میدونی چی؟ کوروش میکنم. او چی میگوید؟ چی گفت تو؟ از برای خدا این دیوانه چی میگوید؟ از فکرم گشتم من. تو را کشته با پوستت کاه جان نمیکنم. کاه حیف میشود. شاید یگان گاو کاه را خورده شیر دید. اما من تو را پاره پاره کرده نزدی سگ ها میپرتایم. گوشتی تو را سگ هم نمیخورد. از پشتی تو شده بانو مرا تر کرد. تو را بچه خوری میپرتایم به دوزخ. لعنتی بانو اصلا تو را نه مرا تر کرد. مرا وقتی که من بودم تو نبودی. امروز گبزن شده با بدبخت. دختری بیچاره گریخته رفت. از پشتی کی؟ از پشتی تو. خاموش باش حیوان پرونش. ای بچه یو رو زدن کو؟ وجدان انسانیم ار میره میبیارم. گریز لعنتی گریز بینیم تا کجا میگریزی. این ابله رو زنده دستگیر کنید. لعنتی چخیل زود اونها رو کشته؟ این کنعان دیوانه چخیل آدم های ما رو زود پرونده؟ بخشی شمک دیوانه؟ خزینه ام را دزدیدید. لعنتی خزینه از من بود. چخیل خزینه ام را میدوزیدم باز؟ اصلا دوزی اساسی تو هستی. دوزی حقیقی تو هستی. خزینه ام را تو دزدیدی. همه چیزی حقیقی من هم میگویی با اکو دوزی حقیقی من هم میگی. دوزی حقیقی تو هستی. این همی دوزده مردم. خزینه ام را برگردان بگردن. جهان رو به یک رو بشکنم. آنا آنجاست. خزینه ام را برگردان. سرت مرا ما بروسیم نمیدونی تو. هیچ کس با من دوری کردن نمیتواند. روستی حقیقی منم. سلاح را ماند. او را زنده دستگیر میکنیم. صبر کن. ایستا ناخلاف. صبر کن دوست. ناخلاف ناکس. صبر کن. ایستا بگویم. ایستا. هر دوی شما از پیشش روید. حالا صبر کن. و دستم میفتی.
نگوریز لعنتی. با کجا رفت تو؟ شاید به این کلیسا در اومده باشد. چه میگویی تو؟ چه خیلی کلیسا؟ اکا گوش کو او بدبخت دین شعلیش نکنه. شما چی ها میگوید؟ دیوانه اید؟ کدام دین و ابله رو قبول میکنن؟ گوش کن دوستم، ما با آن طرف میرویم. شما اینجا منتظر شوید. اگر کسی از درون برایت دستگیرش کنید. رفتیم دوستم. شرف در اون طرف در بست که با اون سروخی نرود. کشت ما را شوکتی به شرف. شرف تو یگان بار مچتی کریستیانو در آمدگی هستی؟ هیچ نامده بودم، اولین بار است. یک سوال امایدکیم در یاد مای همین کریستیانو پیش ایمچی چون اومدن تورات میکرده باشد؟ با خدا بسیار سوال خوب، ولی من هم نمیدونم. از کجا میدونم؟ اوه جناب راهب از او پرسیم. یه دقیقه بی اکپو یه سوال تیم. شما پیش ایمچی تون در اومدن تورات میکنین یا نه؟ یکم راست شگاب زده اخوی در دین تون تورات کردن است یا نه؟ این چه خیلی سوال هستن بیاقل ها. اگر حوزی گریزم انیق فهمیده از پس همیشم چیکار کنم؟ جناب راهب یا با دیلش گپ زده ایستاده است یا تاجیکی را نمیدونم. ما فکر کردم که کرای با فکرم ما را دستمال میکند. با خدا دستمال کرده ایستاده است. بخشش دملو وقتتون رو گرفتم. رو جواب روید مالش روید. آخر تو چی خیلی آدمی بی سواد هستی؟ جناب راهب را جناب داملا میگویی. او را ندیدید؟ با خدا اکا شوکت نیست. تنها پیشتر جناب راهب بر آمده رفت. دیگر کسی نه بر آمده است نه در آمده است. چه خیلی راهب ها؟ یک راهب در درون در حق ما دعا میکرد بر آمد. حاضر من برای شما دعا میکنم. حیوان بچه ها. اکا تو هم مثل راهبان قدیمه هستی. اکا با من گوش کنید، مرا بینید. مرا با که مانند کرده ایستاده اید. حاضر من شما را مانند وای. نه اشنو، این کار این خیلی نمیشود. باید با ملیس گویم که خطر بابای خودیر پسی سر شد. این دختر خودش رو حتما فکر دارد. از طرف دیگر عجیبش این است که دخترها رو از او خوش اومده است. توبه کردم توبه. ببخشید جناب کمال، با شما یک چیز رو گفتنیم. با فکرم شما ما رو خطا فهمیدید. چی خیلی خطا فهمیدم؟ یعنی در مسئله عدنان جسور و نیت من با وجودی است. یعنی با خانه‌دار شدن میخواهم. چی؟ بله، یعنی اول با زهرو باور کردم ولی چه شد نفهمیدم. رفته برای خودش دغری کرد. خیر، شما خیلی رفیق نزدیک عدنان هستید، با من یاری برسانید. چی خیلی یاری؟ یعنی حاضره بدو با عدنان گوید که بهار با اون نیت جدی داشته است. از راستی بسیار خوشحال میشوم. کافی است آخری، بس است اکنون. جناب کمال، یا خدای من چی گفتم آخر؟ همه عجایب شدند. ملیس، تو چی کار کرده ایستاده ای؟ شد بهار تو را مرد فکر کرد. تو را گپ میدهد، این رو فهمیدیم. تو چرا زهرو رو گپ میدهی؟ آخر مادر، او همه رو غم میدهد. برای از بهار خلاص شدنش مرا استفاده میبرد. با تو باورم نمیآید ملیس. تو از خود بسیار رفته ای. خودت رو فراموش کرده، عدنان رو فکر میکنی. مرد بودن هم مانندی فکری میکرده بد نبوده است دخترم. رب خودت رو شیرین نکن. جانم. کافی است آخر، دیگر در کار نیست عدنان و جسور. من ملیس رو میخواهم. ملیس، تو وقتی که از بابای قادر خلاص شوی به حال خودت برمیگردی ها؟ البته مادر جان، دیگر چیکار میکردم آخر؟ اوه خیر، کمال سیاه چی میشود؟ این خطر گذرد دیگر روی او رو هرگز نمیبینم. در حال او رو پیش میکنم. مرا پیش میکنی؟
وای ملیسی بویژدون وای، من چیکار کنم؟ اگر با ملیس حقیقت رو بگویم او رو دیگر نمیبینم. تا این مدت باید دلی او رو به دست دارم. آه لعنتی میگویم، چه خیلی بیشرف رو از دست دادیم. فرصت با پای خودش اومده بود. کنعان دیوانه از پس کلاس است. ثبت رو با او فروخته پول رو میگیرم و به خارج میروم. بسیار زیبا. اکای کنونم چه هستی؟ بخیر است؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ اکا کار بار دواداو کرده گشتیم. اکای کنونم شما رو بسیار دوست میدارم آخر. با شما یک تکلیف سوپر دارم. چی بود است؟ از این پس دیگر شرط نیست که از پس کلاس دویده کرد. چون که من چیزی دارم که او رو با پای خودش و پیش شما میارد. یا خدایا چی بود است تو؟ اکا یک ثبت نواری دارم درباره کلاس. چه ثبت؟ اکا با واسطه این ثبت کلاس از محبس نجات مییابد. یعنی کلاس از پس این ثبت میباشد. تو چی میگویی ها؟ چی میگویی پسر؟ تو با واسطه من کالتا کلاس را شانتاژ میکنی ها حیوان بچه؟ نه اکا شما مرا تماما خطا فهمیدید. چی؟ تو مرا خطا فهمیدی؟ تو ابله بفهم هستی گفتنی مرا پسرم. ای پسر با من گوش کن. تو مرا مثل بابای قادر فکر کردی. کالتا کلاس را خودم شخصا دستگیر کرده با دست خودم میکشم. بابای قادرش کی است؟ آدمی که از پس جنگاور است. چرا از پس جنگاور بوده است؟ جنگاور بابای قادر خلل میرسوند. بابای قادر با او قصد دارد. بابای قادر، جنگاور، کالتا کلاس. ولی آخر این ثبت رو میتوانم با بابای قادر فروشم. حالا هم نشسته ای گم شم از اینجا. در فکر فرو رفتم اکا. این خیلی باشد روز بخیر نغز مونید. بله سمی خیر. این ابله رو بینا با واسطه ما رو شانتاژ کردنی است. ابله خنک. سنم تو در اینجا چی کار میکنی؟ خواستم برای تو سورپریز کنم هجری جان. با خونم کی در اومدی؟ خونه تو خونه من است هجری. خونه دور میشویم کن. کنی با درون درو. منتظری چی هستی؟ تاام خنک شد خیر. تاام؟ گرسنه خیر نه جانم. برای تو خوراک شاهانه آماده کردم. اشتهای طعام جانم. رحمت به تو هم. چه خیلی اومده است؟ هجری بیمزه اومده است. این بسیار سرنمک است. معذرت میخوام اجری. چه خیلی سرنمک شده است نفهمیدم. وگرنه من نمک رو کم پوشیده بودم. خیر حاضر اصلاح میکنم. برای تو خوراک دویم هم آماده کردم. دستان درد رو نبیند. خسته نباشی. نوشی جانت. خوب پخته است.
هجری؟ این هم شور است. یا خدایا. چی شده است به این؟ با فکرم بسیار بلازت است. من سوختم، بده به من ده. ایسا من آب بنوشم. هجری، مزه شیر برنجم رو نمیچشی؟ من نمیخورم، سیر شدم سنم. میشکنی دلی مرا. من این شیر برنج رو برای تو آماده کردم. اگر نخوری خفه میشوم. متاسفم برای تو هجری. خوراک رو کمی تیز کرده بودم، برای همین این خیلی مناسبت داری. تمام. این بار من مزه اش رو میبینم. این بسیار خوب اومده است. کنی تو هم بخور؟ خیل؟ با مزه اومده است خیل نه؟ با مزه اومده است. دندونم. چی شده؟ دندونم شکستنم. دندونت شکست؟ چی خیله؟ من این برنج رو دانه دانه توزه کرده بودم. کنی دهانت رو کشو بینم من؟ کشو من بینم؟ کنی کشو دندانت رو بینم؟ سوزا. جسور اینجا است؟ همین جایم کمال برادر. اجازت هست درون درویم؟ اجازت هست، بیا. باز ما رو پیش میکرده ای ها؟ موی لبم نیست. حاضر نشانت میدیم. خدایا چی شد؟ کمال برادر بخیر است؟ عدنان برادر، تو در اتاقت بسیاری بد ایستادی. بیا برآمده کمی هوا گیریم. آخر وای کم اجازت ندادی که لباس هایم را عوض کنم. بخیر است عدنان، چرا برایم؟ هر دویمون مرد نیستیم مگر؟ لباست رو عوض کن، با هم میبریم. وای یک بار بیرون برو کمال برادر. گپ رو دراز نکن، من پشتم رو میگردونم. لباست رو عوض کن، میرویم. آخر لا حول ولا قوت. آمادم. آخر باید عوض میکردی کو؟ گرد و اطراف رو دیدم. با خدا از خانه یگان لباس نآوردم برای خودم. بیا رفتم برای من یگان لباس گیریم. اقلان رفتم. از این زیادتر مجبورش نمیکنم. اگر فهمد که میلیس بودنش رو میدونم از راستی مرا پیش میکنم. خیر بیا میرویم عدنان برادر. خوب تلفنم رو گیرم میرویم. گرفته بیا. هجری خوب هستی؟ نزد دکتریم؟ نه خوبم، چیزی نشده است. هجری کنی ایست ببینم. سانم خوبم، چیزی نشده است. تمام.
ҳиҷри кани ист бубинам санам гуфтам ки хубам тамом ист кани бубинам санам хубам тамом хубам ман тугмат канда шуд ту ист боз хавотир нашавӣ ман ҳозир сузану ришта оварда онро медузам майлаш ту мунтазир шав меоям ист лозим нест санам ё худоё кани биё ширин ҳа ин чӣ аст сузан бо ин намешавад ин сузани курпадӯзӣ аст бо ин намешавад охир чӣ мешавад ҷонам дар 2 дақиқа инро медузам бо сузани курпадӯзӣ боқувваттар мешавад намешавад санам намешавад ғамгин мешаваме ман кандам худам медузам санам ту дар ҳаётат аввалин бор риштаву сузанро ба даст гирифтӣ вай мегирифтам ман медузам дузандаам ман маълум аст мошоаллоҳ дар сурохии сузани курпадӯзӣ ришта гузаронда наметавонӣ вай дастам меларзад ман дар бари ту бошам ҳаяҷон зада мешавам барои ҳамин бале бин тавонистам дидӣ тавонистам бисмиллоҳи рраҳмони рраҳим аллоҳу ла илоҳа илло ҳувал ҳайюл қайюм ла таъхузуҳу синатун ҳиҷрӣ воҳима накун мисли ки ҷарроҳӣ мекунам кани биё чаро намедарояд санам чӣ кор мекунӣ аз сурохӣ намегузарад чӣ шуда санам чӣ кор мекунӣ ту маро куштан мехоҳӣ чаро чӣ кор кардам ки чӣ кор кардам сузан ба гарданам даромад сузан даромад ғайриимкон аст чӣ хел сузан даромад кори шудагӣ шуд тамом бас аст мемондӣ медухтама духтан намехоҳам тамом ман сузанро монам инро баъдан медузам майлаш ту вай шудӣ чиз бисёр бад шудӣ каме ту ором шав майлаш ҳиҷрӣ бисёр узр мепурсам чӣ хел шуд нафаҳмидам илтимос бахшиши зиёд кани ист санам ту шин биншин санам биншин майлаш биншин тамом санам аз ҷоят наҷум санам шуд аз ҷоят наҷум ҳамин ҷоист тавба кардам худоё ист ҳоламро бин не тугматро медузам ин ҷоя дард кард он ҷоя дард кард бобои қодир кушта натавонист суқрот кушта натавонист ин духтар маро мекушад ин курта ба ту бисёр зебидааст азизам ҳиҷрӣ ин чист чӣ чист ҳиҷрӣ аз ту ин чист пурсидам чӣ гап аст чӣ аст ин чӣ аст ман ҳам ҳаминро мепурсам ин чӣ аст ин чӣ бу аст ҳиҷрӣ ман духӣ намезанам охир
این بوی عطر زنانه است. چه خیل زنانه؟ بوی عطر زنانه میکنی. این رو چه خیل به من روا دیدی هجریه؟ مویم رو راست کردم که به تو محقول شوم. جوابش این است یعنی؟ در جواب به من خیانت میکنی؟ چی ها میگویی سنم؟ چه خیل خیانت؟ توبه استغفرالله. خاموش هجری خاموش. این رنگی لب سرخی بوی عطر زنانه باز چی رو منتظر هستی؟ از جوان گرفتم به خدا از هیچ چیز خبر ندارم. از جوان گرفتی؟ هجری؟ این چی است؟ این چیست؟ این چیست این؟ هجری این چیست؟ در حال شرح این کارهایت را میخواهم هجری. در حال از تو اینها رو منتظر نبودم هجری. تو هم از دیگر مردا هیچ فرقی نداشته ای. مردی خوب هستی گفته فریب خوردم. نه فریب خوردم. بسیار خطا کردم. یک سوئیس سنم لطفاً مرا گوش کن. سنم از هیچ چیز خبر ندارم. آنها رو کی در آنجا گذاشته است به خدا نمیدونم. قسم میخورم سنم. سنم خواهش میکنم بیستو. سنم آنها رو جدا کردیم که دوگانه. به این هم یک جای خوشبخت نمی شدن. خصلت های گوناگون دارن. اصلا ما خوب کردیم. بیا رویم پول ماندهش را هم بگیریم. رفتیم. سنم لطفاً در رو کشو. سنم رب از اینجا. دیگر روی تو رو دیدن نمیخواهم. سنم لطفاً در رو کشو. تو میدانی که من این خیل کار نمیکنم. در رو کشو لطفاً. بین نمیفهمی که ما رو جدا کردن میخواهند. مرا تنها گذار. بابای قدیر همه این کارها رو تو کرده ایستاده ای. اما اکنون از حد گذراندی. مرا از سنم جدا کرده نمیتونی. بابای قدیر سر موازین رو خوردم. کمپیروی ما حلقه رو بود کردم. نقص آخر آن ضربه مانده است. گردن بند در خانه موازین است؟ بله در آنجاست. خوب این شب رو به خانه موازین روان کنید. دفتر این موازین رو پوشیم. اطاعت سردولم. اکنون تنها جنگاور مانده است. کار او را نیز تمام میکنم. آن کرتا رو میدهید؟ وای اینها اینجا ایستن. من زود میویم. مایلش جسور. از وی سرخاندازه 34 را میدهید. انا اینش را هم میگیرم. شد. ها بله آنه که گفته بودی آن را هم گیرم. بسیار زیبا. خدایا از وقتی که عدنان شدم برای خودم یگان لباس نغز نخریدم. از این شیم رقم 34 هم هست.
جسور تو اینجا چیکار میکنی؟ این لباس ها رو چیکار میکنی؟ وای اینها رو برای عروسم میگیرم من. این رو بینه چه خیلی دروغ میگویم. عروسم داری ها؟ با ما این رو نمیگویی. یکون روز ما رو شناس کن. اوه برادر چی ها میگویی ها؟ معلوم که چشمای تو بد است. همه دخترها را گپ میپرتویی. ای بس جسور، چشم من غیر از ملیس کسی رو نمیبیند. بیامان از برای خدا یک گپ رو تکرار نکن. خیر من اینها رو برای عروسم بعدا میگیرم. بخیر است عدنان برادر، این رو هم برای عروست میگیری؟ وای خیر مایلش، بین برای تو بسیار پای افضل زیبا یافتم. برادر چیکار کردی ها؟ 45 اندازه رو برای من آوردی؟ نه 41 آوردم عدنان برادر. وای از برای خدا اندازه 38 رو بیار. 38 گفتی؟ عدنان پای تو چی خیلی است مثل پای زن ها؟ آی بس کمال برادر پای زن گفتن دوستی رو میکنم. خیر شد عصبی نشو. ای برادر از این اندازه 38 رو نمیدهید؟ خوب اینش می شود. بله معلوم است که 100% شد. ها بسیار خوب زبیده است. وای کمال برادر در برم پولی نقل نیست. تو پول این رو بده من پولت رو میدهم بعدن. ای بس برادر این پای افضلی مرا در خالته گیرید. هجری چیزهای زنانه را کی در خانه تو مانده باشد؟ استاد من از پدری سنم شبه میکنم خانه‌دارشوی ما رو نمیخواهد. بین من و زهرا هم نافهمی است. هر دویمان یک درد داریم به فکرم. کمالی سیاه در کجا تو میگردی؟ خیلی وقت شد است که خبر نمیگیری. کار داشتم اکای نظیف. بیا کمی با تو بنشینه بفرما. مایلش چیکار کنم؟ اکا کمی ریشو رو پس کن، کمی دیگر موی سرم رو. فهمیدم. عدنان تو چیکار میکنی؟ با فکری تو چیکار میکنم برادر؟ تو چرا با اون کرسی نشستی؟ نوبتی شماست گفتن نشستم. آشنا موی سر تو زیبا است، باز کم نکنی. حاضر مرد نبودنش رو میفهمم. اکا چیکار کنیم؟ جانی اکا کمی برودها رو پس کن، باز ریش ها رو تراشیده گیر. تمام برادر. مایلش اکا. چیکار کردم؟ چرا در اینجا نشستم من؟ آخر معلوم می شود که پنیک دارم. برادر ایست نگیر اکا. تو از همه خوب ترش میدونی چی؟ ریش هایم رو گیر. شد اکا. اکا ریش نداره چی را تراشم؟ برادر با تو چی ها؟ تو یا گرد و اطراف رو تازه کن مثل شه بچه ها شوم من. با آسانی خلاص شدی میلیس. زنگ بزن. تو حالا بسیار زنگ میزنی جناب زیا.
انا دیدی تلفن رو نمیگیرد. چرا عصبی شده باشد؟ اوه خیر، این خیلی نمیشود. من رفته زهرا را بینم. مایلش استاد. خیر، تا بازدید هجری. سلامت باشی استاد. تا بازدید. من هم رفته از بابای قادر و آدمهایش حساب این کارو میپرسم. سلام. از تو این رو منتظر نبودم زهرا. آخر باید تو عدنان رو برای من تغری میکردی. آخر از برای خدا مصلحت های ما خیلی نبود کو. بهار جان، تو تماما درست فهمیدی مرا. به نزدم اومد، از من بوسه گرفت. اگر میدونستم که چنین میکند میگذاشتم که او به من نزدیک شود. خب ولی اون گلی که در بالای گوشت گذاشته بود آن چی؟ او را بسیار تیز گذاشت او. اگر دل خودت نمیخواست همه اینها یک و یک باره نمیشد. بهار لطفا اینها رو از سرت دور بکن. من زیا رو دوست میدارم، باز دیوانه وار شد. زهرا اگر زیا رو دوست داری حاضر مرا خوب گوش کن. اگر یک بار دیگر تو رو در نزد عدنان بینم سومن رو از اینجا گرفته میروم. آن دوست داشتد زیا از پسم میشود به خاطر کودکش میآید. چیکار کنم من؟ این زن هم از حد گذران. من باید کاری کنم که عدنان رو با این دوغری کنم. ای جسور، بسیار رفتار دومزه شده است. از این ساعت دخترها از پست میشوند. به خدا مبارک باشد برادر. سلامت باشی کمال برادر. این دختر ما رو دوست نمی داشته باشد. برای این رو فهمیدن تنها یک راه است. با اینها نگاه کن جسور. در محله هم اون دخترهای زیبا بوده است. ملیس ما رو دوست نمی دارد. بهوده وقتم رو میگذارونم. از اینها یکش رو تغری کنیم زور می شود. همین طور نه جسور؟ با خیر از کمال برادر. تو دیروز ملیس گفته گریه میکردی. چرا جیانم رو زود فراموش کردی؟ چی کار کنم عدنان برادر؟ دختر بجای رفته است که هیچ کس نمی داند. باز اوید هم دلم رو کشوده با او دردش رو گویم گوش نمی کند مرا. برای دختری که ما رو دوست ندارد تا آخر عمرمون منتظرش نمیشویم کو؟ منتظر میشوی ها؟ دوست داری منتظر میشوی؟ ما تو رو جوان مرد فکر میکردیم. باز نسبتی من رشکش بود. چی؟ شاید نسبتی من یگان حسی داشته باشد. چی شد جسور؟ خودت نگفته بودی که چرب و خوب دیده ای میلیس رو فراموش کن. چی شد اکنون؟ حتی برایم دختر میگفتی کو؟ تو خطا فهمیده بودی برادر. یعنی من تو رو امتحان کردم که دختری عمم رو دوست میداری یا نه. پیش خوب بودی، چشمانت غیر از ملیس کسی رو نمیدید. حاضر میبینم که چشمانت چرخ میزند. از امتحان نگذشتی کمال برادر، خفه نشو. وای عدنان، من شوخی کردم. من ملیس رو بسیار دوست میدارم. راوز برای خدا اگر دلت نمیکشید نمیگفتی. دکتر دندانی پوسیده رو میکند میگویند. با وجدان انسانی هم من ملیس رو بسیار دوست میدارم. راوز برای خدا عاشق حقیقی از پس دوست داشته شوخی نمیکند. این دختر رو از من خوشش میآید. چی؟ عدنان جان سلام. مرا یاد کردی عزیزم. بسیار شوخ هستی عدنان جان. امشب چی کار میکنی؟ یگان نقشه داری؟ ما با کمالیسیا با دیسکو کلوب رفته خوشحالی میکنیم. بخیر است؟ با کجا میروید؟ شد من آنجا رو میدونم. ما رو هم همراه نمیگیرید مگر؟ میشود تمام گلم. دختر باز رو بینه روی روز گپ میدهد. تو باید بهار رو گپ دادنت لازم. بی عقل. آرام شب زهرا. اکنون خیسه بهار رو بگو که خودش رو رو دهد. لباس های زیباش رو پوشد. با دیسکو کلوب میرویم.
دختر به این بالکانی تو برآمده کلاس شدیم. خیر کجاست این دختر؟ چرا تلفن رو نمیگیری زهرا؟ جانم همراهی رفیقانم به دیسک کلوب رفته ایستادم برای همین ده. کی بوده از رفیقانه؟ مدنین جسور فلانی ها. جسور گفتی؟ تو با آن آدم ها چی کار میکنی ها؟ چی گپ است؟ چرا داد میزنی؟ با کجا میروید؟ در حال بگو. چی کار میکنی؟ ما با خودم خوشحالی میکنیم، به تو احتیاجی نیست؟ بین جسور از کی است؟ او را میکشم به خدا. با کجا میروی؟ در حال به من بگو. به مکانی که همیشه میرفتی. شد من میآیم. جسور است پسور است. باز این از کجا پیدا شد؟ چی شد؟ آدمی تو هم میآید؟ تو چرا او رو دعوت کردی؟ از پشتی او پلیس بالوی سرمون میشود. پیشکی گپ زدن زیبی مو ندارد و اما اگر کاری کرده سرم رو ویران کند او را خودم به پلیس میسپارم. تو پیشتم رو نگاه کن. یا خدایا سردار، اما چرا اینها رو تعقیب داریم؟ از برای خدا این رو با من بگوید. با یگان گپی بی عقلانه مرا فهمونده بدهید. بی عقل نمیبینی خود را آرا و تارا داده با دلخوشی میروند. دلخوشی باشد کلتکرس هم هست بی عقل و هم به اونجا میآید. به خدا بیزار کردی، در جانم زدی. کلتکلز بس ساخی. بیا یک مصلحت میکنیم. شما کلتکلز رو میکوبید، من باشم جنگاور رو میکوبم. آخری بی عقل تو آن تحپوش سرخ را چی خیل تقی میکنی؟ چی خیل تذکرش میکنی ها؟ جنگاور برای شما را تحپوش سرخ بوده است ولی بیس. دخترم چی شد با تو؟ صدایت خسته میتابد؟ چیزی نیست پدر. دخترم گپ زن چی شد؟ با هجری مناسبتمون ویران شد. یا خدا، آن مؤذن تو رو زیق کرد چی؟ تو برو نکن، من ادب او رو میدهم. آرام پدر، با او کار نداشته باش، فهمو؟ خوب دخترم خوب. تو چی خیلی که خواهی؟ کافیست که تو زیق نشوی. دخترم بیا این همان مؤذن به تو لایق نبود آخر. مالش دخترم تمام. تا بازی دخترم جانم. آنجا چه گپ است؟ این صدای تیر از کجا است احمد؟ جنگاور اینجاست بابا خودت. جنگاور گفتی؟ زنده نماند، بکشه دارا.
با پای خودت برای مرگت آمدی جنگاور. از دو نفر دور میگردی. چی ها میگویی تو؟ از سنم و هجری دور میشوی. با خوشبختیشان مانع نمیشوی. تو آنها را از کجا میشناسی؟ باری دیگر اگر در بین آنها در آمده کاری کنی این دفعه تو را نمیبخشم. او جنگاور، او جنگاور. بابای خودیر ماجرای گردنبند را چخیل کنیم؟ آن زن را بفرستیم یا نه؟ از جنگاور من میترسم مگر فرستید آن زن را. مایلش سردار. خودت را مجبور نکن. کی بودنی جنگاور را میگویی؟ چی؟ بابای قدیر این آدم درباره جنگاور گفتنی دارد. تو درباره جنگاور چه میدانی؟ کنی گپ زن. آدمی رو میشناسم که جنگاور رو دستگیر کرده به نزد شما میارد. این کار رو تنها او میتواند. اما آن آدم این کار رو نه با پول نه مجبوری میکند. نصف جانی وای در این فلش هست. برای این دنیا رو تگرو دارد. گپ زن ابله. کیست این آدم؟ نامش کالتاکل است. ولی اول باید مصلحت کنیم. اگر خودت حاضر ثبت رو به شما نشان میدیم. چیکار کردم انا؟ انی хиҷрӣ барои ин ягон ҷавоби боақлона дорад? албатта дорад. рафта ба ҳиҷрӣ барои фаҳмонданаш фурсат диҳам. духтар чӣ кор кунад? аз куҷо медонад ки падараш ин қадар одами бад аст? гунаҳкорам мегӯяд асабӣ мешавам. рафта дилашро ба даст орам. خانه مؤذن باید اینجا باشد. رفته گردم بندم رو گیرم.
гап занама? гап мезанам. салом ҳиҷрӣ. шумо ки ҳастед? гӯё ки маро намешиносӣ. шумо чиҳо гуфта истодаед хонум? кистин зан? гарданбандамро дар хонаи ту фаромӯш кардам. барои гирифтани он омадам. асал. гарданбанд? кадом гарданбанд хонум? шумо чиҳо гуфта истодаед? фаромӯш кардӣ? вай шаб дар хонаат будам. тавба, астағфируллоҳ. дар хонаи хоб фаромӯш кардам. чӣ кор мекунед шумо? дар хонаи ман гарданбанд нест. чиҳо мегӯед шумо? агар хоҳӣ якҷоя мебинӣ. чӣ кор мекунед хонум? хонаам надароед. гарданбанд нест гуфтам ку. ту ба хонаи дӯстдоштаи ман чӣ хел ҷуръат карда медароӣ? ойша, кани инҷо биё. санам маро гӯш кун лутфан. кани инҷо биё. санам, ту ки ҳастӣ? ту аз ҳиҷрии ман чӣ хел гарданбанд мехоҳӣ? ҳоло ман ба ту нишон медиҳам. гарданбанд будааст. ана дидӣ дар инҷо ҳиҷрӣ. ин чӣ аст? дарҳол шарҳи ин корҳоятро мехоҳам ҳиҷрӣ. дарҳол. аз ту инҳоро мунтазир набудам ҳиҷрӣ. ту ҳам аз дигар мардҳо ҳеҷ фарқе надоштаӣ. марди хуб ҳастӣ гуфта фиреб хӯрдам. ана фиреб хӯрдам. бисёр хато кардам. як сӯист. ҷавоб деҳ маро. ин чӣ гарданбанд аст? ҷавоб деҳ. кофист. аз ҷонам безор шудам. дигар дар кор нест ин гарданбанд. туро бовар карда будам. санам, санам. ҷасур ҳастӣ ки ҳастӣ намедонам. охирон бор ба ту мегӯям. дигар туро дар бари зуҳро набинам. фаҳмидӣ? бо рафиқам хуб гап зан бародар. бас кун қатъи ҳамин рафиқа. шуд ҷонам, шуд. тамом. шумо ба мошин шинед лутфан. ман меоям. зиё, ту чӣ кор карда истодаӣ? чаро маро шарманда мекунӣ? ман шарманда кардам? дар ҳол барои худат дигарашро ёфтӣ ку? чия? дурӯғ аст? дурӯғ аст. зуҳро, ман ҳамашро дидам. бо ин бериш рақсида истода будӣ. ба ту чӣ гуфта будам зиё? баҳоро аз ин хона пеш кун гуфтам. ба суман ҳам бигӯ ки ӯ модараш нест гуфтам. то вақте ки баҳоро пеш накунӣ, аз ман ҳисоби пурсидан ҳақ надорӣ. ё худоя, ин духтарро бина. ҳам гунаҳгор аст, ҳам забон дароз. калтакелас, шумо ки ҳастед? бобои худи туро даъват кард. як кори муҳим баромадааст. чӣ хел кора? инашро аз бобои қодир мефаҳмӣ. гапро дароз накун. пеш даро. санам, лутфан дар кушо гап занем. санам, санам, ҳама ин корҳои падарат аст. моро ҷудо кардан мехоҳад. чаро намефаҳмӣ? лутфан биё гап занем. маро гӯш накарда ин хел накун санам. лутфан. сардорам, ин ҷанговар чӣ хел одам аст? худаш танҳо мисли армия аст. хонаи ин одамро худаш танҳо пора пора кардааст. писарам, бояд фаҳмем ки ҷанговар бо ин одам чаро сару кор мегирад.
است. санам маро мешунавӣ? лутфан дару кушо. санам дару кушо. санам кушо. از من چی میخواهید؟ کنی بنشین کالتاکلاس، با تو کمی صحبت کنیم. این نوار از کجا به دست شما رسید؟ چهله که دیدی؟ نواری که تو را نجات میدهد در دست من است. این نوار را به تو میدیم، ولی از تو یک خوبی خورد که میخوام. کم بگو، چی میخواهی گپ زن؟ جنگاور را نزد من میاری.